خب سلام، من امیر عباسم. یه ابزار جدید یاد گرفتم که اسمش وگرنته، اگه اشتباه نکنم. جالب بود، گفتم بیام یه ویدیو بذارم، بقیه هم که نیاز دارن یادش بگیرم. قضیه اینه که شما مثلا وقتی میخواید یه ویرچوال انوایرمنت بیارید بالا، مثلا میرید با ویرچوال باکس اوبونتو رو دانلود میکنید که بیارید تو ویرچوال باکس نصبش کنید. اوبونتو رو باید برید دانلود کنید، بیارید پروسه نصب کردنش رو دونه دونه برید جلو. چیزایی که میخواین رو کانفیگ کنید تا بیاد بالا، تا حالا چیزایی که میخواید رو روش ستاپ کنید. مثلا برید روش ویم نصب کنید. این ابزاره اومده این با استفاده از اتوماسیون این پروسه رو برای ما خیلی راحت تر کرده. شما میرید یه سری باکس نصب میکنید که فکر میکنم معادل همون ویرچوال انوایرمنت های خودمونه. باکس ها رو که نصب کردید اینا آمادن دیگه. مثلا شما اوبونتو میخواید، اوبونتو رو میرید نصب میکنید، بعد با استفاده از حالا یه سری کانفیگایی که خودش داره میگید که این اوبونتو رو بیار بالا نصبش کن رو ویرچوال باکس مثلا. بعد برو apt آپدیت بزن، بعد برو apt آپگرید بزن، بعد برو ویمو مثلا اینستال کن یا هر چیز دیگه، کارهای دیگه که میتونید انجام بدید. این میره اونا رو دونه دونه براتون انجام میده. خوبیش اینه که نیاز نیست هر بار این پروسه رو تکرار کنید. شما یه فایلی دارید، وگرنت فایل فکر میکنم، اون تو کانفیگور رو انجام میدید. هر بار که نیاز دارید اون رو ران میکنید، خودش میره یه انوایرمنتی میاره برات. حالا پروسش رو بخوایم بریم، شما باید بیاید تو سایتش که آدرسش رو میذارم تو دیسکریپشن. اول دانلودش میکنید. حالا اگه رو ویندوزید که مثل من میاد اینستالرش رو میگیرید. اگه رو لینوکس یا مک او اسید به به، که داکیومنتیشنش توضیح داده اینا رو، مک او اس، ویندوز، لینوکس. برای لینوکس من اومدم اینو دانلود کردم، نصبش کردم. بعد از اینکه نصبش کردید، اه، ترمینال رو باز میکنید. اینم بگم من دارم از روی ریپوزیتوری گیت هاب آقای احمد رفیعی میرم جلو که یه دوره‌ای دارن، دوره دوابسه. خیلی خوبه، اگه دوست دارید پیشنهاد میکنم ببینید، دنبال کنید. من خودم اینا رو از اونجا یاد گرفتم. اه، اینم میذارم حالا تو دیسکریپشن. اینجا که بیاید پوشه وگرنتش، اینجا توضیح داده استپ بای استپ که چی کار باید بکنید. حالا ما میریم تو همینجا. اینا که کارهاییه که باید انجام بدید رو لینوکس. من نصبش کردم رو ویندوزم قبلا. شما اول باید بیاید وگرنت باکس ها رو اد بکنید. برای مثال من اوبونتو 2022 رو اد کردم قبلا. اد کردنش هم اینجوریه که میره یه چیزی باید دانلود کنه. این تقریبا 800 مگینا بود. من از قبل اینا رو انجام دادم، چون اگه بخوایم انجام بدید این خیلی طول میکشه. شما این دستور رو که بعد از نصب بزنید، خودش میره کارها رو انجام میده. برای چک کردنش هم میتونیم ls بگیریم. این مسیر رو بذارید اینجا رو بگیرم. آره همینجا دات وگرنتی باکسز. اگه ببینید من آره اینجا اوبونتو 2022 رو دارم از قبل. حالا ما بخوایم اینو بیاریم بالا چیکار باید بکنیم؟ من میرم تو لوکیشنی که این ریپوزیتوری رو کلونش کردم اول. cd document code DevOps certification، پوشه وگرنت. آره همینجا. خب میریم تو پوشه سیمپلش. ما سیمپل ویژوال استودیو کد رو من باز کنم که این کانفیگاشو با هم دیگه تغییر بدیم. اینجا ما یه وگرنت فایل داریم که همون کانفیگاییه که بهتون گفتم، میاد اینا رو میخونه. با استفاده از این همون ویرچوال انوایرمنت رو میاره بالا. الان من ایمیج خودم اضافه کردم، اوبونتو 2022. اسم هاست نیمش تست، اسم ویرچوال ماشین نیمش مای وی ام. حالا من برای مثال بخوام اینو تغییر بدم، اوبونتو وی ام. یک مموری داره
یه دونه سی پی یو، یه کور سی پی یو. اوکی. بعد اینجا هم بهش گفته که این بوت استرپر رو وقتی اومد بالا فکر میکنم ران کن. این خودش چیه؟ گفته apt get update. بعدش اومده ویم و این دوتا رو نصب کرده. حالا شما میتونید هر چیزی که میخواید نصب کنید یا آپگرید بکنید. بریم اینو تستش کنیم. من ویرچوال باکس هم بیارم. فعلا سنتوس رو داریم با بدستور. خب اول از همه بهتره که ولیدیت کنید این فایلتون رو. background validate. این ولیدیت میاد چک میکنه این background فایل رو که توش اروری چیزی سینتکس اشتباهی نباشه که به مشکل بخوریم. اگه ساکسس بده میتونیم رانش کنیم. نمیدونم چرا طول میکشه حالا. خب ساکسس داد به ما و اگه دقت کنید اینجا یه پوچه دات بگرند هم ساخته برام. حالا ما میایم رانش میکنیم. فکر میکنم آب دستورش یادم رفته ولی بگرند آب رو اگه بزنیم میکنم آب بود. آره وگرنت آپو که بزنید میاد این پروسه بالا آوردن این ویرچوال انوایرمنتمون بر اساس این وگرنت فایل رو شروع میکنه و اینجا هم لاگش رو میندازه دیگه. میتونید دونه به دونه استپ به استپ ببینید چی کار داره انجام میده براتون. فعلا داره این باکس رو میاره بالا. خب من کات کردم یه تیکه رو و میبینیم که اوبونتو وی ام برامون ساخته شده و رانینگ. ما میتونیم همینجا ازش استفاده کنیم، هم میتونیم با از طریق خود وگرنت بهش SSH بزنیم. حالا من یه وگرنت استاتوس رو اجرا کنم میاد وضعیت این ویرچوال انوایرمنت هایی که با آوردیم بالا رو بهمون میده. الان ما اینجا یه دونه دیفالت داریم که رانینگه. حالا بخوایم به این SSH بزنیم میگیم که vagrant SSH اسم این ماشین استیت که الان نمیشه دیفالت. الان به دیفالت اگه SSH بزنیم بعد بریم تو محیط اون اوبونتو. خب اینم از این. یه تست کنیم ببینیم که اون ویمی که گفته بودیم آره اونم نصب شد. من نمیدونم دیفالت اوبونتو ویم داره یا نه ولی فکر میکنم نصب کرده. و یه نکته ای که فقط یادم رفت بگم اونم اینه که توی این وگرنت فایله ما تو قسمت پرووایدر گفتیم که از ویرچوال باکسمون استفاده کن. اینم گوشه ذهنتون داشته باشه. حالا من لینک خود سایت وگرنت و لینک این ریپوزیتوری رو میذارم براتون. اگه دوست داشتین برید دوره آقای احمد رفیعی رو نگاه کنید. دوابسش توی آلوان آکادمی برگزار شده. مرسی.